مردم افغانستان یک خاصیت داره، فکر خود در تشناب میکنه گوی خود در زندگی. بابا که اینجا ختم خبر بودم فامیل او کمر را بسته کردیم یک دیگم گرفتن که بریم طرف ختم. خدای زنگ اومد دور خوردیم فامیل ناله مصاحبه را خلاص که یک ختم میبرم. همین دو چیز مزه میته، یکی نان خیرات، یک خانه خسرت بری فامیلی، همین گلپی هم کس فامیلی بوی کباب میته. صد چقدر مقبول است؟ صدقه سر تو نمیره. نه واسه چی خلش میکنم. بیره با خدا واقعیتش میگم چند دول یک دانه ینگک توفه تو میره. تو تیر شد فامیلی کارش یک دانه عکسم گرفتیم این در تیک تاک نندازه حالا. ببین گندگی سر گندگی. کارش یک عکسم گرفتیم چیستا ساعتم گرفتم از گفتم. علاقه هستی نه؟ ولی چی کنیم بابا؟ این تو کارا نکنی، من تو را چقدر دوست دارم باز این تو بیرایا میکنی. من تو را دوست دارم فامیلی، یک شب یک روز نباشی پیشم یک سال خیلی نیست پیشم. امو یک دانه کلکس چاقنبه کرد نامش چیستا نه؟ تو با یوتیوبر نه اوره چیز نگو، همکار بسیار نازنین. نه نمیگم همکارت است بسیار گل آدم است. نه اوره چیز نگو. بزرگ ما از ما خودت کده باید احترامش داشت. احترامش دارم خیلی کم احتیاط کو دیگه.